زدا الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له نور یم راغلی هدایت لپاره. فقط جا داره که من از این موقع استفاده کرده از توجه و کوشش جناب حکمتیار صاحب امیر حزب اسلامی افغانستان که در بنیانگذاری مدرسه و مسجد و در ادامهش تا حال نظر توجه خود را دارند، از جناب عتیق الله صافی صاحب رئیس خدمات اجتماعی حزب اسلامی افغانستان و رئیس مؤسسه رفاه اجتماعی و تمام پرسنل و همکارانشان که در تقویه این مدرسه کمک‌های مالی زیاد کردند. فیس یک تعداد زیاد شاگردان یتیم و بی‌وضاحت را متقبل هستند و در تعمیر یک قسمت از این مدرسه زیاد توجه و کوشش و مصرف کردند. اظهار سپاسگزاری و امتنان بکنیم و از خداوند متعال برایشان اجر خیر و کامیابی دائمی و موفقیت همیشگی و توجه دائمی را خواهان هستیم. البته توجه اینو بزرگاست که ما در حالت فقر و بینوایی میتونیم پروگرام های خود را در ساحه علم و مدرسه و مکتب و چیزا به پیش ببریم. اگر نه اهالی فقیر نصرت مینا در حال مهاجرت و همه بیکار و بی‌وضاحت، یعنی توان پورا کردن مصارف و مخارج تعلیم و تحصیل مدرسه و مکتب خود را ندارند. آنها توجه میکنن یک نوع معاونت است که الحمدلله پروگرام ها به صورت منظم و نرمال جریان داره. در خاتمه باز هم از تشریف آوری شما برادران حاضرین مجلس، خصوصا مهمانان گرامی که باعث زینت و شوکت و هیبت مجلس ما شدند و باعث استفاده علمی فرد اهالی نصرت مینا و حاضرین مجلس شدند، صمیمانه اظهار تشکر و سپاسگزاری میکنم. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له نور یم راغلی هدایت لپاره. زدا الله کلام یم، زدا الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له نور یم راغلی هدایت لپاره. زدا الله کلام یم د خدای کتاب یم زه یاد یم په نوم د قرآن. د خدای کتاب یم زه یاد یم په نوم د قرآن. الله کم تا غوره استاد د انسانیت لپاره د خدای له نور یم راغلی هدایت لپاره. زدا الله کلام یم، زدا الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له نور یم راغلی هدایت لپاره. زدا الله کلام یم.